چتای من و میلاد هست، براتون میذارم. و میلاد امروز به من گفت هر اتفاقی افتاده مهم نیست، تو هم خراب نمیشی. فقط وقتی من ویدیوی میلادو با دوست دخترش داشتم، حتی ریلیزش هم نکردم که کسی بفهمه، حتی هیچ حرفی هم نزدم، ولی میلاد اومد لایو گذاشت و چی گفت؟ گفتش که من به ماهرخ هیچ احساس فیکی نشون ندادم. بازم اون ویدیو رو نمیذارم، ولی قبل من کسایی بودن که توی کلین فونیکس ویدیو میلاد و دوست دخترش رو بگیرن و وایرال کنن توی اینستاگرام. کسایی بودن که ببینن کی داره نقش بازی میکنه. این برنامه‌ای که شما از یوتیوب داره می‌بینین تاریخ ضبطش حدود مال 2 ماه پیشه و الان داره پخش میشه. اون رفتاری که من اونجا داشتم ارائه میدادم تو اون زمان، من با شخصی خارج از جزیره تو رابطه نبودم. اما این چیزی که این دوست نچند محترممون داره بهش اشاره میکنه مربوط به الانه، نه 2 ماه پیش، نه تو برنامه، مربوط به الان داره میگه. از آب گلالود ماهی گرفتن، سر زبون افتادن، سوء استفاده از احساسات مردم، این کارها که شما بیای با اون تعداد فالوور گوشیتو در بیاری بری تو لایو گریه کنی و بگی با احساسات من بازی شده، در صورتی که یه هفته پیش با من پست میذاری تو پیجت، استوری میذاری تو پیجت، اینا مشخصه. ما متوجه میشیم که دلیل این کارها چیه. این کارهای دنیا جهان بخت خیلی وقت تاریخش گذشته است و مردم میفهمن. نه ما میفهمیم. شما شخصیت خودت داری تو برنامه نشون میدی. والا خبر دست تو حاشیه ساز شدی. والا ما هر کی سرمون تو کار خودمونه. ما میریم کلاسمون برمیگردیم خونه میبینیم یکی لایو گذاشته. میریم جلسه بعدی با اون شاگرد خنگم برمیگردیم میبینیم یکی گریه کرد. کاش همه دوستان جنبه این معروف شدن رو داشته باشن و بفهمن که الان هر کاری که میکنن خیلی از افراد دارن میبینن. بخوام بیام مثلا گریه کنم بگم وای شاهین اذیت هم میکرد اونجا من مجبور بودم فلان، اینا چرا بخوام بگم 100% کم کم 100,000 نفر میان قربون صدقه من میرن الهی بمیرن فلان، اینا ازم حمایت میکنن و مردم هم که دنبال یه سوژه و دنبال یه موضوعی که بخوام بهش بالو پر بدن. دقیقاً دیگه دوره این کارها گذشته به نظر من. کار قشنگی نبود، انتظار نداشتم خودم واقعا.